تهران 4-5 ناحیه داشت. یه ناحیهش دست طیب بوده، در میدون بوده، باغ فردوس بوده، هفت کچلون بوده، پاچنار بوده، مصطفی دیوونه بوده و اینا، چه میدونم پای خد یه مشتی بوده. تهران دست اینا بوده، ولی ایشون رو قبول داشتن، همه اینا ایشون رو قبول داشتن. ما این موضوع مال خیلی سال پیش که همون بالای 55 سال پیش اینا بچه بود. ایشون جیگر داشته، ایشون کارهایشون میگه یک بوده. برای خودشون هم یک تازی بود. اونایی بود که تهرون حرفشون میخریدن. خلاصه کسی بالا حرفیشون حرفی نمیزد. سر نترسی داشت، در هر مجمعی در هر مجلسی که میرم خب یکه و تنها میرم، با کسی کاری نداشت. فردا صداش در میومد که آقای حاج مصطفی رفته فلان جا فلان کاری کرد، اینجوری کرد، قرق کرده، فلان کرده که اینجوری شد. هر روز حساب میکردن. بدن عین کلم پیچیده سر سیلو